خداوندا سقم دادی به یک بام های غم محمود و مالکی و بشایر ای خداوند آقا محمود و وردایر چی کار کنم با مالکی و بشایر بزن کنار ناکس چه کار کنم با این و اون مالوندی به جدول و لاستیک هم که قل به کن کردی خجالت بکش الان وقت مرسی خوندن برای بقا بزباز ناکس مگه 1000 دفعه به خودم و به خودت سفارش نکردن که این امت همیشه در صحنه بدبخت بیچاره رو مایوس نکنین. بله فرمودن مگه نگفتن که به جای خالی کردن دلشون یه دلی تو دلشون بزنی؟ بله فرمودن بله میکنه این بز اخوش. پس این خداوندا سقم دادی به یک بار چه مرضت بود؟ کم گفتم که زیاد نگفتم. به قول معروف ابویتون از خدا بخوان که فقط سقم باشه. آقای دکتر بزنبادر من از این زرقامی خیلی شاکیم. مرتب این یعنی احمد رضا رادارو میاره تا یه قیافه بگیره و ملتو بترسونه ولی بیشتر اسباب مضحکه میشه. بابا ولکوی ارو که این چیزا حالیش نیست. تو احمق و بچست یعنی احمدی مقدم. راست میگین جون من. پس چیه این مشنگ حالا مثلا چیه که 3 بار باید براش قسم بخورم که آخه قرار شده بود تو تلویزیون مؤدب باشه و پاچه نگیره و شکر اضافی نخوره که فضا آروم بشه. بابا با این چیزا که چیزی عوض نمیشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر از میکردن بده. میفرمودن که یه یارو بود که عین سگ پاچه میگرفت بردنش پیش دکتر گفتن که اخلاقش خیلی سگی شده های دکتر همش پاچه این اونو میگیره. دکتر یه هفته بهش دوا درمون داد. بعد یه هفته ازش پرسید حالت چطوره؟ بهتر شدی؟ پاچه گیره گفت خوب شدم اصلا آی دکتر. الان دیگه هر کس رو میبینم نمیخوام پاچه‌شو بگیرم میخوام دوممو براش تکون بدم. روشن شد یا همچین بذارم که همینجوری برای خودت تکون بخوری. آیا دکتر یه سوال استراتژیکی. پس داله داشتیم تاکتیک میلابوندیم؟ نه ولی این یکی استراتژیکی نابه در شأن خود شماست که معدن معرفت و اندر استراتژی هستی. شرمنده اخلاقت هم دوره. اتفاقا مرحوم ابوی هم همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که تو عین آسمون میمونی که با این همه ستاره هیچ ادعایی نداره ولی یه سروان با 3 تا ستاره فک عالم آدمو میاره پایین. به سلامتی اونی که بیکسه ولی ناکس نیست. به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده بشه. آی دکتر بس دیگه اگه شار شدین سوالمو بپرسم. ببخشین پشتم به شما. اختیار داری. سیم خاردارت که پشت رو نداره. پشکم همینطوره. چی گفتی؟ برگردیم سر سوال استراتژیکی. چرا مقام عظما گوشه ای آقا محمودو نمیگیره و با یه اردنگی نمیندازتش بیرون که قضیه کنده بشه و اگه با اردنگی حل بشه بود که مقام عظما راضی بودن عین فوتبالیستا صبح تا شب روپایی بزنن همینطوری اردنگی پارتی را بندازن. آخه اینم که بندازه بیرون کسی نداره که از این بهتر باشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن به خدا راز میکردن. بله میفرمودن که یه شوته اسمش چی بود؟ خبردار. رفته بود سربازی شده بود گماشته یه سرهنگی. هر بار که فرمانده میگفت خبردار این میرفت جلو. هر چند بهش میگفتن که بابا با تو کار نداره داره فرمان نظامی میده تو گوش مشنگش نمیرفت که نمیرفت. یه روز که این فرمانده های بالا میخواستن بیان بازدید بکنن سرهنگ فرستادش مرخصی. زرنگ بود دیگه. موقع بازدید سرهنگ یه نگاه کرد دید این یارو خبرداره تو صف نیست. با خیال راحت گفت خبردار. همه یگان مشنگا با هم گفتن قربان رفته مرخصی. روشن شد یا همچین بذارم که خبردار باشی تا فردا صبح تا حال جا بیاد. حالا که داری شورت رو میمالی بهت بگم که همین الانم مقام عظما این مشنگشو مرخصی هم که بفرسته بقیه هر کدوم برای خودشون چی هن؟ خبردار. آیه دکتر بدت نیاد به این فکر کردی که چرا دنیا به این بزرگی برای مقام عظما شده؟ سوراخ سوزن خیاطی به زبون بی زبونی با یه دنیا مهربونی. میخوام اینو خوب بدونی که کفگیر استراتژیت
خورده تهدی که این جوابا رو میدی. نه کس بشین سر جات کفگیر استراتژی تو سرت بخوره که وای میسین جلو من سعی صحبت میکنی. دست پیش گرفتم آقای دکتر قبل از اینکه حمله شروع کنی من شروع کردم آقای حمله رو من مدت هاست که شروع کردم واسه من نمیتونی